درود دوستان، به کانال درمیجر خوش آمدید. امروز میخوایم راجع به خودروهای پلاگین هیبرید صحبت بکنیم. خودروهایی که شاید همه به صورت جزئی راجعش اطلاعات نداشته باشن، به خاطر اینکه یا مردم فکر میکنن خودرو برقیه یا بنزینیه، در حالی که اینطور نیست. یکم تفاوت وجود داره. الان میخوایم امروز در این رابطه با هم صحبت کنیم. خودروهایی هستند که در واقع خودروهای پلاگین هیبرید خودروهایی هستند که ترکیبی از موتور بنزینی و برقی هستند. به این معنی که سوخت اونا از دو راه تامین میشه. یک در واقع برق است و دو بنزین، و میشه گفتش که سوخت اصلیش همون برق است. کاملا به صورت برقی این خودرو کار میکنه تمام وقت. مهم نیست که چقدر حجمش باتریشه، چقدر مسافتشه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی زمانی که میزان باتریش به انتها میرسه و تموم میشه، یک لحظه موتور بنزینی شروع به حرکت میکنه، یعنی شروع به کار میکنه و اون موتور هم باز برق از خودش تولید میکنه و موتور در واقع برقی رو کمی شارژ میکنه تا شما بتونید به مسیرتون ادامه بدید. موتور برقی در زمانی که شارژش تموم میشه از همون موتور بنزینی به صورت موقت یا حتی برای مدتی تامین میشه. حالا به طور مثال ماشین من که الان تقریبا بهتون بگم 1 سال، نزدیک 2 سال دارم ازش استفاده میکنم. حجم موتور برقیش، یعنی مسافتی که میره، حدود 50 کیلومتر در بهترین شرایط و در شرایط خاص بین 35 تا 40 کیلومتر. ولی خلا مسئله ایجاد نمیکنه. وقتی که شما برقتون تموم میشه، دوباره همونطور که گفتم این موتور بنزینی جایگزین میشه و شروع میکنه برای شما موتور برقی رو به شارژ کردن. در واقع شما بین این دو گزینه، تمام الکتریکی و نیمه الکتریکی بنزینی، از این مزایا و معایب میتونید برای انتخاباتتون استفاده کنید. بسته به شرایطتون میتونید انتخابتون بکنید. خب یکی مثل من که شرایط شارژ در خونه رو نداره، میاد و یه همچین خودروی انتخاب میکنه و گزینه‌ای که براش هست شارژ در واقع خیابون و دکا و شارژرهایی که داخل خیابون هست، که حالا تو شهر ما همونطوری که میبینید این چراغ در واقع داخل خیابون این آپشن رو به ما میده که از پایینش خروجی برق اومده و این برق رو ما بتونیم استفاده کنیم. البته که مدل های شارژر سرعتشون و اینا خیلی با هم فرق میکنه و به قول گفتنی به 2 قسمت تقسیم میشه، AC و DC، و به کل شارژر پرسرعت و یا شارژر معمولی. که شارژرهای معمولی خب به مراتب تایم طولانی تری نیاز دارن برای شارژ شدن، ولی شارژر فست شارژ اگر خودروتون آپشن فست شارژ داشته باشه مثل خودروهای تسلا، خب در واقع شما توی اون شارژر فست شارژی که معمولا تو اتوبان هست، شما میتونید دور و بر 1 ساعت، حالا دقیقشو نمیدونم، دور و بر 1 ساعت میتونید شما به بین 60-80% برسید، یعنی از 20 به 80 برسید. ولی خودروهای در واقع هیبرید پلاگین مثل همین خودروی من در واقع فقط دارای شارژر AC هست و به صورت معمولی شارژ میشه و این خب تایم بیشتری نیاز داره. برای همین 50 کیلومتر بین نزدیک 2 الی 3 ساعت برای اینکه به 100% برسه احتیاج داره. ولی خودروی مثل این خودرویی که الان دیدید حد شد تسلا، خب آپشن شارژ سریع داره و این آپشن شارژ سریع که فقط هم معمولا توی اتوبان‌ها یا محله در واقع شارژرها هستش، این آپشن رو به شما میده که بین نیم ساعت الی 1 ساعت به همون 80% تون برسید. الان اینجا ما در واقع همون کابلی که قبل براتون گفتم، کابل AC رو داریم. کابل نرماله که اکثر خودروهای برقی بیسیک با کابل AC یا همین کابل معمولی شارژ خودرو شارژ میشن، که حتی خودروهایی هم که خیلی هاشون شارژ فست شارژ دارن از این آپشن هم توشون وجود داره. یعنی هم میتونید این کابل رو بهشون بزنید، همون کابل بزرگتره که کابل فست شارژ هستش. این قسمتیه که درگاه شارژ خودرو هستش. به این شکل بازش میکنیم
و این سری که به ماشین میخوره این قسمت وارد میشه و یه صدای در واقع کوچولویی میده که نشون دهنده اینه که کابل کانکت شده. و سری قسمت دیگه سریه که خب به منبع انرژی وصل میشه که در این مورد منبع انرژی ما در واقع استیشن شارژ داخل خیابون هستش که الان بهتون اینجا نشونش میدم که حالا توی شهر ما حالا هر جا ممکنه متفاوت باشه. یه چراغ‌های در واقع داخل خیابون این پایین آپشن گذاشتن که خروجی برق هست و شما به این شکل این رو اینجا وارد میکنید و از شارژ شدنش استفاده میکنید که حالا تو این مورد شارژری که ما اینجا داریم سرعتش تا 11 کاوه هستش که شارژ میکنه. حالا شاید واسه سوال بشه که چجوری اصلا ما اینجا شارژ میکنیم، همینجوری میزنیم میریم بدون اینکه بخواد پولی پرداخت بشه؟ نه، اینطور نیستش و در واقع شما باید به این شکل هستش که یا کارت‌های شارژ داشته باشید که توشون در واقع چیپ داره و این کارت در واقع بهشون کارت‌های RFID میگن که RFID رو به اینجا نزدیک کنید و در واقع براتون آزادش میکنه و میتونید شروع کنید به شارژ کردن و یا اپلیکیشنش رو نصب میکنید و میاد این QR کد استیشن مورد نظر رو اسکن میکنید که حالا من بعد بهتون نشون میدم داخل گوشی که به چه شکله و استارت شارژ رو میزنید و اون لحظه است که شارژ شروع میشه و بعد منتظرید که پرشه. ولی سوال دیگه‌ای که هستش احتمالاً خودتون میپرسید میگه که آقا اینو ما اجازه به شارژ رفتیم نکنه یکی با اینو بکنه بره. اصلا اینطور نیستش. وقتی شما کابل رو میزنید اتوماتیک با زمان قفل شدن ماشین این کابل هم قفل میشه، برای همین کسی نمیتونه بکنه. ولی حالا وقتی من برمیگردم میخوام کارم تموم شده وقتی قفل باز باشه یا قفل باز کنم تو مورد مدلی که الان ما خودروی ما هستش به این شکل. حالا ممکنه یه تفاوتایی بین خودروهای دیگه هم باشه. تفاوتش اینه که توی مدل ما اینجا این دکمه قفل که اینجا هست شما فشار میدیم زمانی که قفل ماشین بازه، وقتی اینو فشار دادیم این راحتی در میاد و تمام به این شکل. و وقتی دوباره میزنیم این صدایی که میده در واقع بحث قفل شدن این کابل داخل پریزش هستش و همین سادگی شروع میکنه به شارژ کردن. حالا دقیقاً همینی که ما اینجا داریم همون شارژرهای داخل خونه است که بهش میگن شارژر خونگی که اصطلاحش وال باکسه که روی دیوار حالا داخل پارکینگ یا گاراژتون نصب میشه، همین خروج رو بهتون میده و شارژ میکنید. سرعتش کمی از این پایین‌تره ولی خب احتمالاً یه شب تا صبح شما میتونید شارژ بکنید و حالا بسته به جزئیات شارژرتون و مدلش. شارژری که همون دو شاخه معمولی که هممون میشناسیم روشه و من خودم تا حالا استفاده نکردم ازش چون به دردم نمیخوره، سرعت پایینی داره. این سرش همون دو شاخه معموله و این قسمتش در واقع یه دستگاه بزرگه که در واقع تبدیل میکنه برق نرمال رو به برقی که برای خودرو مناسب باشه و خب چراغای روش هست که شما وقتی اینو به پریز وصل میکنید چراغ ردی که روشن میشه یعنی برق آماده است که به خودتون نصب بشه و چراغ ایران هم داره که اگه مورد داشته باشه اون روشن میشه. ولی سر دیگه این شارژر همون شارژر معمولیه که در واقع به خودرو وصل میشه. خب این در واقع موتور ماشین هستش. توی این مورد که ما ماشین هیبرید پلاگین رو داریم این قسمت خیلی شبیه ماشین معمولیه که این قسمت موتوره و این قسمت اون ژنراتوری که تبدیل میکنه این بحث بنزین رو به برق، ولی باتری نیست. باتری عقب زیر در واقع ماشین قرار داره که نشون دادنش مقدار سخته و اونجا هستش که این قسمت در واقع بنزین رو تبدیل میکنه به برق و لحظه‌ای که روشن میشه صدای ماشین معمولی میده چند لحظه، ولی اگه تو رانندگی تجربهش میکنید متوجه میشید که چند لحظه ماشین روشن میشه و انگار دوباره خاموش میشه. شاید بعضیا اسم قدیمتر اسم خودرو هیبریدی کلا شنیده باشن که اون با این موضوع خیلی فرق میکنه. اون خودرو معمولی هستش که یه موتور معمولی داره ولی آپشنی که روش هست اینه که شما در واقع از ترمزتون یا در واقع یه چیزی هستش روی چرخ که چرخش اون یکم انرژی رو برمیگردونه به صورت یکم حالت برق‌دوری و اون انرژی کمک میکنه بعدها به حرکت ماشین که این تو صرفه‌جویی مصرف سوخت
به شما کمک میکنه، ولی با این مورد فرق میکنه که الان ما راجبش توضیح دادیم. فقط نقطه اشتراکش کجاست؟ نقطه اشتراکش اونجاست که توی همین خودرو هم شما وقتی که پاتون رو روی گاز برمیدارید روی این حالت حس میکنید که ماشین داره شروع میکنه ایستادن. در واقع اون قطعه اومده روی در واقع چرخ ماشین و داره دوباره از چرخش باقی مونده چرخ‌ها سعی میکنه دوباره یک مقدار الکتریسیته برگردونه که این در واقع نقطه اشتراک با اون هیبرید معمولی هستش که رو ماشین تمام برقی هم همین هست که توی زمانهایی بتونه در واقع انرژی مصرف شده رو، برق مصرف شده رو به صورت مقداری بتونه برگردونه. برای همین شما اکثر موقع اصلا نیاز ندارید بخواید بزنید روی ترمز و خود به خود در واقع شروع میکنه آروم شدن، برای اینکه واقعا بخواید در جا بیستید. و خب شاید به خودتون بپرسید خب یه مقدار آزاردهنده نیستش یه موقعی اگه شما نخواید این اتفاق بیفته؟ در حالی که میتونم بهتون بگم که یه آپشن دیگه ای داره که شما رو دنده میتونید این حالت رو در واقع خاموش کنید و وقتی گاز میدید و گاز رو ول میکنید دیگه ماشین شروع نمیکنه آروم شدن و به همون مسیر ادامه میده، که در واقع وقتی شما معمولا همه میخوان در واقع صرفه‌جویی کنن تو مصرف سوختشون و یکی از دلایل داشتن این ماشینا اینه، برای همین هیچ کی این کارو نمیکنه مگر در شرایط خاص. من متوجه شدم که تو ایران جدیداً کمی از این خودروهای برقی وارد شده یا به اصطلاح برقی، برای همین گفتم که بهتره که از اینجا شروع کنم و تیکه تیکه توضیح بدم بهتون که این خودروها چه مدلایی و چه تفاوت‌هایی با هم دارن، چون ممکنه اون خودروها اکثرشون یا قسمتشون همین پلاگ این هیبرید باشن، ولی به خاطر اینکه خب اون سوکت برق اون برش هست، خب هر کسی بخواد که این برقی زیاد متوجه تفاوتش نشن، دلیلاش نشن و حتی واسهشون اصلا جذابیت نداشته باشه خرید همچین خودرویی، چون که حالا شاید شرایطشون ندارن نتونن شارژ کنن و. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشید تا اینجا. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، من اول راهمه و به حمایت شما خیلی احتیاج دارم که بتونم این دست ویدیوها رو ساختش ادامه بدم. موضوع ویدیوهای کانال من قرار نیست ختم بشه به بحث ماشین یا یه موضوع این شکلی به صورت خاص و تخصصی و در کل موضوعات ما به بحث ماشین یا خودرو ختم نمیشه، چون من متخصص ماشین نیستم و در کل تجربه خودم میخوام باهاتون به اشتراک بذارم که حالا توی آلمان دارم و ممکنه در حال حاضر به سرعت در اختیار بچه‌ای که توی ایران هستن نباشه و در آینده باشه و بتونن جلوتر قبل اینکه وارد بشه از این تجربه استفاده بکنن. و در ادامه از این دست ویدیو خواهیم داشت، نه ماشین ولی خب موضوعات مختلف، حالا یا به تکنولوژی مربوط میشه، ممکنه به سفر مربوط بشه، ممکنه ولاگ باشه و کلا قسمت‌های جذابی که بتونم برای شما تهیه کنم و تهیه میکنم تا بتونید لذتشو ببرید. ممنونم.